أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. قرآن کریم ما رو به اسلام فرا میخونه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یا فرمود ان الدین عند الله الاسلام. یا فرمود من یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. این اسلامی که ازش بحث میکنند و در مورد او صحبت میکنند و این ادیان و فرق مختلفی که در دنیا وجود داره غیر از ادیان کاذب، ادیانی که ادعا میکنند که ادیان الهیان و به اسم اسلام حرکت میکنند و حتی برادر خودش رو به نام اسلام میکشد، واقعا چه دینیه؟ کدام فرقه، کدوم گروه از مدعیان اسلام واقعا حق میگن؟ وقتی که ما رجوع میکنیم و بررسی میکنیم و سوال میکنیم و به متون نظر میکنیم، اسلام واقعی با کدام از اینها مطابقت داره؟ قرآن کریم میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. قرآن نشان میده، میگه اون اسلام واقعی، آن اسلام درست که من شما رو فرا میخونم، اون اسلامی است که علاوه بر این که شما تقوا پیشه میکنید، با افراد راستگو باشید، با راستگویان باشید. انسان اولین روزه ای رو که به دست می آورد برای اینکه بتواند اسلام واقعی رو درک کند، باید دنبال راستگویان باشد. اونایی که اسلام لقلقه زبانشون نبود، بلکه به آنچه که اسلام فرمان داده بود عمل کنند. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، اونهایی که اگر عهد بستند به عهدشون عمل کنند. آن جایی که پیامبر در خطر است جانشون رو فدا کنند. و الصابرون فی البأساء و الضراء و حین البأس، هنگامی که اسلام در خطر است نه تنها خود رو میبرد که به اراده خدا خود رو در خون غلطان ببیند، بلکه این که زن و بچه خود رو با خود میبرد حتی یراهن سبایا. فرمود حسین جان بمان، برای چه میروی؟ این مشکلات بیعت کن. گفت رسول خدا رو دیدم، آن لحظه‌ای که لحظه‌ای خوابم برد
رسول خدا فرمود یا حسین اون عهد تو با خدا آن است که خدا تو رو در خونت غلطان ببیند. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اینا راست میگن، اینا تقوا پیشه کردن. لیله مبیت کفار قریش جمع شدن، مشرکین جمع شدن تا رسول خدا رو به شهادت برسانند. رسول خدا جبرائیل به او خبر داد امیر المؤمنین روحی له الفدا و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا. فرمود یا رسول الله جان من فدای تو، من جای تو میخوابم. بعد خدا خطاب کرد به میکائیل و جبرئیل. جبرئیل، میکائیل، کدام یک از شماها حاضرید جانتون رو برای دیگری فدا کند؟ قبول نکردن، راضی نشدن. فرمود بروید در زمین ببینید کسی که با خدا معامله کرده است و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. یه گروه هستن روی زمین با خدا معامله میکنن، جان خودشون رو به خدا میفروشن. برید بنده خوب من رو ببینید، من به این مباهات میکنم، افتخار میکنم. امیر المؤمنین وارد کوفه شد، صدا زد مردم بیایید این زاد من، این راحله من وارد کوفه میشوم، وارد سرزمین عراق میشوم. بیایید ببینید وقتی خارج شدم با همین امکانات خارج میشم. من برای هدایت اومدم، من برای رهبری نیامدم، برای زعامت نیامدم، من برای این آمدم که شما را نجات بدم. کنت امیرا والیوم صرت مأمورا. اینا آمدن دین رو تغییر دادن. اولی و دومی وقتی رو کار اومدن تمام سیاست خودشون رو به کار بردن، هر آنچه می توانستن مردم رو تغییر دادن. شروع کردن از تکاتک افراد به طوری که امیرالمؤمنین تنها ماند. روایت داره ببینید از فریقین وارد است، 3 نفر با امیرالمؤمنین نایستادن، 4 نفر نایستادن، 5 نفر نایستادن، همه پشت کردن. اونایی که وقایع رو دیده بودن با چششون نگاهشون به اون وقایع افتاده بود. ببینید کار به کجا کشیده شد که فاطمه زهرا برای اینکه حجت رو تمام کنه، نه برای دنیا، حاشا که فاطمه زهرا دنبال دنیا باشه، برای اینکه چهره اینا رو میخواست معرفی کنه، مردم اینا رو بشناسید، اینا نه به خدا ایمان دارن، نه به رسول خدا، نه به روز قیامت. گفت این فدک نهله منه، پیامبر به من داد، اینام شهودش. قبول نکردن، از فاطمه زهرا قبول نکردن. آن شخصیتی که خداوند متعال از هر گونه پلیدی او رو دور نگه داشته. امیرالمؤمنین جنگ احد وقتی سخت شد، اون اشخاصی رو که پیامبر مأمور کرده بود اون از اون بلندی حفاظت کنن، به طمع غنائم اومدن پایین، راه شکسته شد، دشمن از پشت محاصره کرد مسلمونا رو. 70 نفر از یاران پیامبر اونجا شهید شدن. تنها کسی که با پیامبر ایستاد علی ابن ابی طالب بود. تاریخ رو ببینید، تاریخ اهل سنت رو ببینید، نقل میکنن اولی و دومی پا به فرار گذاشتن. ما این رو نقل نمی کنیم. ابو داود قیالسی در کتاب سنن، ابن سعد در کتاب طبقات الکبری، طبرانی در کتاب معجم، ابو نعیم اصفهانی در حلیة الاولیاء، ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق،
متقی هندی در کنز العمال نقل میکنند از جمله کسایی که از جنگ احد فرار کردند اولی و دومی بود. حاکم نیسابوری وقایع جنگ حنین رو نقل می کند و ذیل این وقایع نقل می کند که اولی و دومی فرار کردند از جنگ. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. در جنگ خیبر اولی و دومی پا به فرار گذاشتن، وای نایستادن که پیامبر اکرم رو یاری کنن. پیامبر فرستاد فرمود بروید قلعه خیبر رو فتح کنید، از بالای این قلعه یارای مرا مورد تیر قرار میدن. چند نفر از یاران پیامبر شهید شدن. اولی رو فرستاد، ترسید، برگشت، فرار کرد. دومی رو فرستاد، برگشت، فرار کرد. و جاهدوا باموالهم و انفسهم. بعد پیامبر فرمود فردا من رایه رو و علم رو دست کسی قرار میدهم که خدا او رو دوست دارد، پیامبر او رو دوست دارد و او پیامبر و خدا رو هم دوست دارد. همه منتظر شدن، دیدن این رایه و پرچم رو داد دست امیرالمؤمنین و فرمود کرار غیر فرار، حمله کننده از فرار نمی کند، لا یرجع بر نمی گردد حتی یفتح الله علی یده، تا اینکه به دستش این قلعه خیبر باز بشود. در جنگ خندق جنگ سختی بود، امیرالمؤمنین اونجا جانفشانی کرد، جان خود رو در طبق اخلاص گذاشت. فرمود و انفسهم، اینایی که در راه خدا جانشون رو فدا میکنن، اولئک هم الصادقون. ضربت علی فی یوم الخندق، این ضربه ای که علی ابن ابی طالب وارد کرد بر کفار در جنگ خندق، افضل من عبادت الثقلین، یا به تعبیر دارد افضل من عبادت الامه الی یوم القیامه. هر چقدر عبادت کنند، هر چقدر تلاش کنند، نمیتوانند به اندازه جهادی که علی ابن ابی طالب در راه پیامبر اکرم انجام داده است انجام دهد. در جنگ خیبر خیلی از علمای اهل سنت نوشتن، من داشتم تاریخ رو میدیدم، عده‌ای ببینم چند نفر نقل کردن، عده کثیری رو در آوردم از مدارک اهل سنت که اولی و دومی فرار کردن، پیش پیامبر نایستادن، جنگ رو رها کردن. خداوند متعال در قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. صادقین بعد تعبیر میکند الموفون بعهدهم اذا عاهدوا، جاهدوا باموالهم و انفسهم. اینایی که با جانشون جانفشانی میکنن، اینایی که با مالشون جانفشانی میکنن، اینایی که در راه خدا گام بر میدارن و هر آنچه توانایی دارن انجام میدهن. امروز نگاه میکردم که چند تا از آیه قرآن، البته ما عقیدمون اینه آیه قرآن بدون امیرالمؤمنین معنا ندارد، قرآن یعنی علی، اما میخواستم ببینم این اهل سنت چقدر اعتراف میکنن که آیاتی که در قرآن هست مربوط به امیرالمؤمنینه. دیدم 350 آیه قرآن رو اعتراف میکنن که در حق علی ابن ابی طالب نازل شده. ابن عساکر در تاریخ دمشق میگوید نزلت فی علی 300 آیه، 300 آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده است. و همچنین
ابن حجر هیثمی کتاب صواعق المحرقه رو نوشته ضد شیعه. این کتاب اساسش ضد شیعه است، اما اونجا اعتراف میکنم ما نزل فی احد من کتاب الله ما نزل فی علی. خب سوال اینه، شما که ادعا میکنید مسلمانید، مدرک شما چیه؟ شما از کجا این اسلام رو قبول کردی؟ چیه؟ عنوان از کجا آمده؟ قرآنه که اصلا اسلام شما مطابق با قرآن نیست. رسول اکرمه و کلام رسول اکرمه که شما منع حدیث کردید. اول که به ریاست نشستید زبان بهترین بنده‌های خدا رو بریدید، تبعیدشون کردید، یه عده رو هم کشتید به بهانه‌های واهی. این مالک ابن نویره رو من قضیهشو براتون گفتم. ابابکر بهش گفت زکاتو بیار مدینه، گفت من نمیارم. پیامبر به من فرمود برای فقرا خرج کن. بعد من تو رو خلیفه مسلمین نمیدانم، من خودم تو مسجد بودم، پیامبر امیرالمؤمنین رو معرفی کرد، چگونه من این زکات رو برای تو بفرستم؟ خالد ابن ولید رو فرستاد، قضیه رو نقل کردم قبلا در همین مجلس. یادآوری میکنم برای این جوانها که بدانن اینا کی بودن. سرش رو بریدن، سرش رو به عنوان هیزم در آتش قرار دادن، بعد داخل شدن به زنش تجاوز کردن. این اسلام شما از کجاست؟ اما اسلام ما تعالیم پیامبره. پیامبر فرمود انی تارک فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. مدرسه ما اینه، کلام پیامبر. کلام پیامبر این از فرمود من دو چیزه گرانبها رو در کنار شما میگذارم، یکی قرآن، یکی اهل بیته، یعنی قانون و قانوندان. قرآن کتاب قانونه، نیاز دارد کسی بیاید و اون کتاب قانون رو معرفی کند. شما چی؟ شما نه تنها اسلامتون سرمنشأش معلوم نیست، بلکه جسارت بزرگی به ساحت مقدس پیامبر کردید. اولین نقطه به حرکتتون به نام اسلام دور از اسلامه، خط شیطانه، جند و شیطانه. نقل میکنن مدرسه شما حسبنا کتاب الله. امروز مراجعه میکردم متون اهل سنت رو، دیدم هم صحیح مسلم داره هم صحیح بخاری داره از ابن عباس. میگه ابن عباس آخرین لحظات پیامبر گفت ائتونی بدوات و کتف لاکتب لکم، برای شما بنویسم شیئی رو لن تضلوا بعده ابدا، تا گمراه نشید. اونجا یک نفر بلند شد گفت ان الرجل لیهجر. نعوذ بالله، پیامبر هذیان میگوید، معذرت میخوام از سادات. بعد میخواستم ببینم کسی اشاره کرده است به این نام این شخص که چه کسی است که این کلام رو گفته. طبقات کبرا، مسند احمد و مجمع الزوائد نقل میکند وقتی پیامبر فرمود کاغذ و قلم به من بدید تا براتون بنویسم چیزی رو که گمراه نشید، ملعون دومی این حرف رو زده در ساحت مقدس. اولین قدم اسلام شما ملهم است از غیر قرآن. میدونید چرا؟ چون قرآن میفرماد ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. پیامبر وقتی حرف میزنه، وقتی کلامی رو به کار میبره، از خودش حرفی رو نمیزنه، هرچی هست از طرف خداست. یعنی اینا با این حرف و با این جسارت به ساحت مقدس رسول اعظم به خداوند متعال پشت کردن. مگر خدا نفرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؟
اطاعت کنید خدا رو و اطاعت کنید رسول خدا رو. چی شد؟ اون روز شما اطاعت خدا کردید، اطاعت رسول خدا کردید. شما به دخت رسول خدا که به اعتراف عده‌ای از علمای شما انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، عده‌ای از علمای اهل سنت میگن این در حق فاطمه زهرا و امیر المؤمنین و علی ابن ابی طالب و امام حسن و امام حسین نازل شده. اونم پیامبر اکرم جریانش رو مفصل نقل کردن. خب سوال میکنیم ازشون، شما با این دخت رسول خدا که خدا معرفیش کرده چه کردید؟ قرآن برای چی فاطمه رو معرفی کرد؟ باید برید در خونش آتشش بزنید، خانه رو آتش بزنید؟ اون ملعون دوم یه نامه‌ای داره به معاویه، تو اون نامه می‌نویسه که وقتی فاطمه پشت در رفت فهمیدم یکی خودش رو جان فشان علی داره میکنن، چون در روایت داره فاطمه به سرعت بنابر کلام شیخ مفید به سرعت در و بس تمام بدنش رو حائل کرد، یعنی از امام زمانش دفاع کرد، از امام معصومش دفاع کرد. اون نانجیب می نویسد وقتی حس کردم فاطمه زهرا پشت در است آنگونه لغت زدم که صدای ناله فاطمه رو شنیدم. در مورد حق کی؟ در مورد کسی که خداوند متعال او رو از هر گونه پلیدی دور کرده. بعد اسلام در خطره، پیامبر میخواد مباهله کنه، باید اسلام با تمام ابزارش بیاد. زنای پیامبر همه بودن، همه صحابه پیامبر تو مسجد بودن، پیامبرم میخواست بیاد مباهله کنه. انفسنا و انفسکم دست امیرالمؤمنین رو گرفت، ابناءنا و ابناءکم دست حسن و حسین رو گرفت، نساءنا و نساءکم دست فاطمه زهرا رو گرفت، آمد جلو. یعنی چی؟ یعنی اسلام خلاصه در این هاست. اگه بخواد اسلام احتجاج کنه با کسی، اینا رکن اسلامن. شما اینو درک کردید؟ شما این رو فهمیدید؟ یا چه کردید؟ ببینید تاریخ چه میگه. مسعودی از علمای اهل سنت است. من قصد دارم و مقصودم این است، یعنی متعمدم برای اینکه شبهات در جوانان اثر نکند، متعمدم از متون اهل سنت، ما متون خودمون رو گذاشتیم کنار، از متون خود اهل سنت به جوانا بفهمونم جوانا گول نزنید. صراط خود فاطمه است، آخرت خود فاطمه است، قبر خود فاطمه است، والله هیچی به درد انسان نمیخورد. خود اهل سنت اعتراف کردن. مسعودی می نویسد فهجموا علی، به خانه فاطمه زهرا هجوم بردن و احرقوا بابه، در خانه فاطمه زهرا رو سوزاندن. این و وقطوا سیدة النساء بالباب، یعنی فاطمه رو بین در و دیوار قرار دادن، حتی اسقطت محسنا، تا اینکه فرزندش رو سخت کرد. ببینم این وصیت پیامبر است، این عمل به کلام پیامبر است. آنجا که پیامبر هر موطنی رو پیدا میکرد سفارش فاطمه رو میکرد، میگفت این دختر من است، این جگرگوشه من است، من بهش رو از سینه او استشمام میکنم. جاشو به خودش میداد. این کارو باش کردید. شما به اسلامی که ادعا میکنید اسلام واقعی است. شافعی شهرستانی نقل میکند ان عمره، ببین قساوت تا کجاست، کسی که خود رو خلیفه مسلمان ها میدارد، ان عمره ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القت الجنین. میگه آنگونه به فاطمه زهرا ضربه زد تا فرزند رو سخت کرد. اینا از متون اهل سنت است، خودشون اعتراف کردن.
برگردیم به قرآن. شما به اولین آیه قرآن که فاطمه زهرا رو معرفی کرده عمل نکردید. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره. مگر پیامبر نفرمود فاطمه بضعة منی، من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذى الله. بخاری نقل می کند فغضبت فاطمه فهجرت ابابکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. یعنی فاطمه زهرا نقل می کند بخاری وقتی با اهل عامه و اهل سنت صحبت میکنیم اولش میگن بخاری و مسلم، چون بعد از قرآن این کتاب رو مهم میدونن. بعد که بهشون از بخاری مسلم میدونن میگن شیخ الاسلام. شیخ الاسلام چی گفت؟ شیخ الاسلامشون کیه؟ این ابن تیمیه است، اون کسی که اصل وهابیت رو تأسیس کرد و وهابیت اصلش ضد اهل بیته. اینا کسایی هستند که مذهبشون اساساً ضد اهل بیت است، لذا وقتی نام امیرالمؤمنین رو میشنون بدنشون به لرزه میاد. اهل بیت چیزی براشون نگذاشتن ها، اینا فقط لقلقه زبانه، چون کتاباشون بر علیه خودشونه، عیبی نداره. ابن تیمیه، این آقای ابن تیمیه شما که شیخ الاسلام اسمش میذارید و چیزی از اسلام رو نفهمیده، در مورد قضیه دار چی میگه؟ یضحک به الثکلا، به قول ما میگه که این که اولی و دومی رفتن در خونه علی ابن ابی طالب درسته، اجازه نگرفتن، حالا رو این مطلب کار دارم. بعد میگه رفتن خونه علی ابن ابی طالب چون یه سری چیزا از بیت المال اونجا بود، خواستن برشون گردونن به بیت المال. ببینید این وقاحت رو، این نانجیبی رو. علی ابن ابی طالبی که قرآن در مورد او سخن میگوید، خودشون اعتراف به مقامش کردن، آنگونه سخن میگویند. اینا ناصبی بودن، اینا ضد اهل بیت بودن، عقیده به اهل بیت نداشتن. لذا می‌بینید توجیهش توجیه خنده‌داره. فرمود کسایی که خدا و رسول خدا رو اذیت کنند مورد غضب اینها، مورد لعن خدا. سوال میکنیم مگر شما نقل نکردید، روایت نکردید که خداوند متعال اگر رسول اکرم غضبش موقوف بر غضب فاطمه است و غضب خدا موقوف است بر غضب پیامبر، چه کردید؟ طبرانی در معجم الکبیر نقل می کند خود اولی اعتراف می کند به هجوم به خانه حضرت. فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمه و ترکته. ای کاش من به خانه فاطمه حمله نمی کردم. بعد آخرش داره میگه هرچند که این در رو بر من بستن و اعلام جنگ کردن. این اعلام جنگ درس برا ما. فاطمه زهرا در رو بست تا اعلام کند هیچ کس نمیتواند علی ابن ابی طالب رو از خانه خارج کنه مگر اینکه از رو جسد من بره. به همین کارم کرد، خود رو جانفشان امام معصومش کرد. ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق نقل می کند اولی گفت آخرین لحظات عمرش وددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمه عن شیء مع انهم اغلقوه علی الحرب معی. در خانه رو بستن تا اعلام جنگ کنن، یعنی فاطمه اعلام جنگ کرده، گفته شما بر حق نیستید، همه مردم باید بدانن شما باطلید. ذهبی نقل می کند باز از خود اولی فوددت انی لم کشفت بیت فاطمه و ترکته. اینا آماده بودن پشت خانه حضرت زهرا که آمدن. آقایون یه نفر دو نفر نبودن، تاریخ رو ببینید. نقل میکنن 400 نفر از شهر حفاظت میکردن تا شهر اختشاش حاصل نشه.
300 نفر به خانه علی ابن ابی طالب هجوم بردن. بعد اون نادان میگوید چرا علی ابن ابی طالب پشت در نیامد؟ چرا علی ابن ابی طالب از فاطمه زهرا دفاع نکرد؟ اولا امیرالمؤمنین پشت در آمده، اما شیخ مفید میگوید فاطمه زهرا تو حیات بود، تا اومد اینا رو دید در و بس قائله تمام شد، هجوم بردن. امیرالمؤمنین وقتی فاطمه رو بر روی زمین دید آمد آلوسی نقل میکند از علمای اهل سنت، گریبان دومی رو گرفت محکم به زمین زد، اما یاد وصیت رسول خدا افتاد. بعد قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا او تسلموا علی اهلها. قرآن داره یاد میده اخلاقیات. شما نه به قرآن عمل میکنید نه اعتقاد دارید. قرآن میگه ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی میرید در خانه مردم وارد خونه مردم نشید، سلام کنید، یه استئناسی بینتون بشه، بعد وارد بشید. اینا وقتی آمدن پشت در خانه فاطمه زهرا اذن گرفتن، اینا عمل به قرآن کردن. خود اولی وقتی اینا رو فرستاد بهشون گفت میرید پشت در، علی ابن ابی طالب رو بر بیعت بیارید و الا اگر دیدید مقاومت کرد او رو بکشید، فاقتلوهم. اینا که آمدن پشت در خواستن امیرالمؤمنین رو به قتل برسونن، چون امیرالمؤمنین بیعت نکرد و لذا داره امیرالمؤمنین اگه بیعت میکرد آقایون مثل اون جمل مخشوش نمیکشیدنش. داره در روایات که امیرالمؤمنین رو طناب انداختن کشیدن، میکشیدن. کل جمل المخشوش در روایات داره. من معذرت میخوام، میخوام ترجمه کنم جوونا، من سادات از شما معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. این شطوری که رم میکنه جلو دهانش رو میبندن، امام زمان معذرت میخوام، روایت میگه امیرالمؤمنین رو اینجوری میکشیدن میبردن. ولذا اینا نیامده بودن، اینا ضد قرآن عمل کردن، اینا بدون اذن وارد شدن. و حتی بعضی از اخبار و اصحاب مقاتل میگن امام زمان معذرت میخوام، میگن فاطمه ساتر نداشته و لذا مجبور بود پشت در بره که نامحرم او رو نبینه. شما چه بشری هستید که با دختر رسول خدا این گونه معامله میکنید؟ شما اسلامتون کدوم اسلامه؟ رو چه پایه‌ایه؟ کدوم از موازین اسلام، ذره از موازین اسلام مطابق بر این مذهب و گفتار شماست؟ یعقوبی نقل میکند و بلغ ابابکر و عمر، قاصدم روایت رو از اهل سنت بخوانم، بلغ ابابکر و عمر ان جماعه من المهاجرین و الانصار قد اجتمعوا مع علی ابن ابی طالب فی منزل فاطمه. خبر رسید به اولی و دومی عده‌ای خانه فاطمه زهرا جمع شدن. فاتوا فی جماعه حتی هجموا علی، میگه با یه گروهی آمدن بعد هجوم بردن. یه کسی صدا زد ان فیها فاطمه، این اهل سنت نقل کردن، هجوم نکنید فاطمه تو این خونه است. اون دومی صدا زد و ان فاطمه هم باشد ما به این خانه هجوم میبریم. علامه بلاذری از علمای بزرگ اهل سنت است، نقل میکند ان ابابکر ارسل الی علی یرید البیعه، چون میدانید امیرالمؤمنین اگه بیعت میکرد تمام بود، اما در اون بیعت نکرد، امیرالمؤمنین قبول نکرد. فرمود من اگر بیعت با شما بکنم مردم خیال میکنن دین اینه، من دین شما را قبول ندارم. بعد از 40 سال از رحلت رسول اکرم هیچ چیز از نشانه های اموری که پیامبر فرموده بود باقی نمانده بود. از خود اهل سنت نقل کردن این رو
که چیزی از اسلام باقی نمانده بود، لذا امیرالمؤمنین مجبور می شدن جامعه رو اصلاح کنن، یه عده‌ای رو تربیت بدن و همین کارو کردن. یه گروهی رو تربیت دادن که امروز تشیع به افتخار و حکمت آن مولای متقیان است که امروز تشیع رو زمینه، امروز منطقش محکمه. من امروز دارم از متون اهل سنت برای شما صحبت میکنم، من به متون خودمون مراجعه نکردم که بدانید شما چشماتون رو بستید، شما رو آبید، مذهب شما سرابه و دنیا داره امتحانه، غصه نخورید. امام زمان روحی له الفدا خواهد آمد، اینا رو خارج خواهد کرد با لباس مادرش، آن لباس پاره پاره که هم ضلعش رو شکستن هم بازوش رو کبود کردن. میاد سار میگیره، میگه اهل عالم بیایید که وقت تقاس است. فلم یبایع، میگه امیرالمؤمنین بیعت نکرد، قبول نکرد بیعت کند. فجاء عمر و معه فتیله فتلقته فاطمه علی الباب. فاطمه در خانه دید، اینا وقتی آمدن هجوم ببرن فاطمه پشت در بود. فقالت فاطمه یبن الخطاب اراک محرقا علی بابی، دارم میبینم آتش گرفت. قال نعم، گفت بله آتش میزنم خانه رو. اینا آمده بودن که آل الله رو از بین ببرن و اگر مقاومت کنن اونها رو به قتل برسانن، اما با تدبیر فاطمه بود. گفت علی جلو نیا، اینا میخوان تو رو به قتل برسونن، قائله رو تمام کنن، من میرم. آی مردم، من فاطمه، من همونم که پیامبر وصیت به شما کرد، همونم که پیامبر مرا معرفی کرد به شما، من همونم. پشت در ایستاد، ببینید اخبار رو، خودش رو پشت در انداخت، جانفشان امیرالمؤمنین شد، خود رو فدای امیرالمؤمنین کرد. بعد یه مهر محکمی هم برای تثبیت تشیع هم برای از بین بردن ادعای اونها چه کرد؟ آمدن دیدن وضع خیلی خراب شد، اومدن در خونه گفتن که اجازه بده باهات ملاقات کنیم. گفت من با شما ملاقات نمی کنم، من با شما صحبت نمی کنم. آمدن پیش امیرالمؤمنین گفتن یا علی تو واسطه شو، ببین این در گوهربار، این انسان وارسته، این زن بیمثال بیمانند که خدا نورش رو قبل از خلقت انسان رو عرش قرار داد. به امیرالمومنین گفت تو چی میگی آقا؟ هر چی تو بگی، من که نمیخوام اینا رو ببینم، اما حرف توه، من بنده تو هم، این خانه خانه توست. گفت باشه ملاقات کن فاطمه. گفت عیبی نداره بیا. نشستن روبرو، خودشو این ور کرد، برگشتن اون طرف، برگشت این ور. گفت قبل از اینکه حرف بزنید ازتون یه سوال میکنم، اول جواب بدید این مهر موفقیت و پیروزی تشیع، حقانیت تشیع. گفت بگو. گفت تو رو به خدا انشدکم الله، شنیدین پیامبر فرمود فاطمه بضعة منی، من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذی الله. گفتن بله. فوری روشو بالا کرد، دست ها رو برد بالا، فرمود فانی اشهد الله و ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی. به خدا قسم شما مرا اذیت کردید، شما مرا آزار دادید، و ان لقیت النبی لاشکونکما الی. به خدا قسم پیامبر اکرم رو اگه ملاقات کنم از شما شکایت خواهم برد، پیش پیامبر از شما شکایت خواهم کرد. یعنی شما باطلید. تا آخر این رو بدانید فاطمه زهرا از دنیا رفته است. بعد اینو تأکیدش کرد کی تو وصیت‌نامش. امیرالمؤمنین اون روزی که حال فاطمه دیگه خیلی دگرگون شده بود، نشسته بود، فاطمه هم لاغر شده بود، فرمود یا علی موعد من با پیامبر نزدیک است، با خدای من نزدیک است. امیرالمؤمنین فرمود وصیت کن. از جمله وصایایی که کرد این بود
فرمود یا علی اینا تشییع جنازه من نیان، اینا بر من نماز نخونن، من از اینا ناراحتم. تمام وقایعی که در متون ما وارد است از ظلمی که به فاطمه زهرا روا داشتن تو متون خودشون هم هست. هم فاطمه رو سیلی زدن، هم بازوش رو شکستن، هم بین در و دیوار قرار دادن. بعضی از اصحاب مقاتل میگن فاطمه زهرا گفته بود منو از پشت لباس غسل بده، بعد ایشون هم عمل کرد. اهل ولا ذیل این می نویسن میدونید چرا فاطمه وصیت کرد پشت لباس، بدل پشت لباس غسلش کنه؟ چون انقدر به علی علاقه داشت که نمیخواست بازوی ورم کرده فاطمه. مادر چرا رنگ از رخ ماهت بریده؟ مادر چی شده اینقدر لاغر شدی؟ مادر چرا رنگ از رخ ماهت بریده؟ مادر چرا خون از گریبانت چکیده؟ میدونی چرا خون از گریبانش چرا شکیده؟ چون هم قنفذ زده، هم مغیره زده، هم خالد بن ولید، هم ملعون اولی زده، دومی زده. مادر چرا از دختر خود رو گرفتی عزیزم؟ زینب تو که 5 سال بیشتر عمر نداری، چگونه طاقت میاری صورت سیری خورده مادر رو؟ مادر چرا یک دست بر پهلو گرفتی عزیز من؟ بازوی مادرت رو شکستن، بین در و دیوار قرار دادن. مادر چرا دیگر نمی آید صدایت؟ میگه اونقدر لاغر شده بود دیگه توانایی حرف زدن نداشت، توانایی نداشت چشماش رو باز کنه. مادر چرا دیگر نمی آید صدایت؟ رفتی ز دنیا یا خدا داده شفایت؟ صبح بلند شد ام سلمه رو صدا زد، گفت لباسای نو برا من بیار، آب برا من بیار، بدنش رو پاک کرد. ام سلمه میگه خیلی خوشحال دیدم خانم از رخت خواب بلند شدن، موهای زینب رو شانه کرد. از درد شانه نشد موی زینبم، این کودک ز ناتوانی من گریه می کند. من می خوابم دراز می کشم، رو به قبله صدام بزن، اگه صدام رو شنیدی و الا من پیش خدا هستم. اومدم صدا زدم سیدتی مولاتی فاطمه جان، هرچی صدا زدم دیدم صدای فاطمه نمیاد. تو همین لحظه بود در خانه زده شد. حسنین با شوق وارد شدن مادرمون حالش چطور؟ در حجره رو باز کردم، مبالیا خدا و روز رو نشون هر کسی نده، خودشون رو بدن مادر انداختن، صدا زدن یا اما. لحظه ای نگذشت خبر به امیرالمؤمنین دادن. اصحاب مقاتل می نویسند از مسجد تا خانه چندین بار بر روی زمین افتاد. بگم علی جان بودی کنار فاطمه، غسلش دادی، کفنش کردی، اما دلها بسوزد بر سید الشهدا. 3 روز 3 شب در گرمای سوزان
به هم به اینم اکتفا نکردن، دستور داد 10 نفر الا